ترامپ تو 4 سال ریاست جمهوریش 5.5 میلیارد برای کله نارنجش هزینه کرد. یعنی هر سال آرایشگر خوششانس این آقا واسه تفمالی 2 تا تار مو 1.5 میلیارد تومان به جیب میزنه. دخترش هم ایوانکا که از باباش بدتر 95,000 دلار یعنی 7.5 میلیارد تومان به آرایشگر مورد علاقش داد تا قبل و بعدش هیچ فرقی نکنه. همین جنیفر لوپز هم که به همتون عرض اندام داشته ماهی 500 میلیون تومان پول کراتین و خرت و پرت میده تا موهاش صاف بشه و از این لولو به این هولو تبدیل بشه. کلا آرایشگری و مخصوصا صافکاری موی خانوما یکی از پردرآمدترین شغلای دنیاست که تو ایران هم میشه حداقل ماهی 50 میلیون ازش پول درآورد. شروع مسیرش هم راحته، چون میتونی توی یه وبینار رایگان 0 تا 100 با این حرفه آشنا بشی و راههای مختلف کسب درآمدش رو یاد بگیری. این وبینار رو آکادمی تخصصی موتباما برگزار میکنه که 10 سال سابقه حرفه‌ای در زمینه خدمات موی زنان دارن و تخصصی ترین آموزش‌های عملی رو ارائه میکنن. تا حالا هم بیش از 5000 متخصص با مدرک فنی حرفه‌ای رو تربیت کردن. توی وبینارشون هم روش‌های برتر درآمدزایی رو آموزش میدن که بتونی تو هر شهری درآمد کسب کنی. برای دریافت لینک وبینار عدد 360 رو کامنت کن.